هیچی نگو، فقط عکسای بعدی رو ببین. دیدی؟ حالا اگه میخوای به این تغییرات برسی، این اینستاگرام منه، میتونی با من در ارتباط باشی. خب برابکس، امیدوارم که ورزشکارتر از همیشه باشید. من کسران عدافی هستم، کارشناس ارشد علوم ورزشی و مربی فیتنس. توی ویدیو قبلی تمرینات سرشونه رو توی خونه با یک جفت دمبل آموزش دادیم. امروز میخوام بریم سراغ عضلات زیبای سینه. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله لطفا یادتون نره. بدون معطلی بریم واسه ویدیو. بچه‌ها همونجور که میدونی عضلات سینه ما از سه بخش بالایی، میانی و زیری تشکیل شده که توی این ویدیو میخوایم هر سه بخش آموزش بدیم و تمرین بدیم. برای تمرین دادن عضلات بالا سینه فقط به یک جفت بالش احتیاج داریم. ببینیم. یکی از حرکات باحال توی روز سینه شنا دست روی دمبل هستش که من الان دو تا حالتش رو انجام میدم، یکی واسه ورزشکارای حرفه‌ای‌تر، یکی واسه اونایی که حرکت شنا براشون سخت. آقا خانوم، آب آب آب. برعکس تو تمام حرکات بدنسازی ما دو مدل حرکت داریم: حرکات تک مفصلی یا ایزوله، حرکات چند مفصلی یا کامپاوند. خب از اسمشون معلومه، مفصلی جایی که دو تا استخوان به هم وصل میشن. حرکات تک مفصلی مثل نشر جلو، نشر جانب، فلای قفسه و غیره. حرکات چند مفصلی مثل انواع پرسا، پرس سینه، پرس سرشونه و حالا حرکاتی که بعداً بهتون آموزش میدم. توی این بخش میخوایم حرکت تک مفصلی بزنیم: قفسه، فلای با دمبل به صورت تخت. دقت کنین تو این حرکت فقط مفصل شونه درگیره، مفصل آرنج درگیر نیستش. ببینید. از یکی از بزرگترین مربیای دنیا، چارلز گلاس، پرسیدن اگه بخوای تو روز سینه فقط یک بخش سینه رو تمرین بدی، یه حرکت سینه انتخاب کنی، جواب داد که من عضلات زیر سینه رو تمرین میدم. بهترین راه برای تمرین دادن بخش زیری سینه توی خونه با دمبل اینه که میان تنمون رو بالا بگیریم، حالت هیپ تراست یا همون پل و پرس رو انجام میدیم. خب برعکس تمرینات امروز تموم شد، میریم واسه بخش نکته آموزشی. بدنسازی چی میگه؟ بدنسازی میگه که اگه شما تمام حرکات منو درست و اصولی توی زاویه‌های درست انجام بدی، نه تنها آسیب نمیبینی بلکه همیشه رو به پیشرفت هم هست. دیدیم همیشه بچه‌ها از درد سمت شونه رنج میبرن. چرا؟ چون به خصوص تو حرکات سینه، تو پرسا، زاویه‌های درست رو نمیدونن، زاویه درست رو انجام نمیدن، همیشه اجراشون به این حالته، بخش مفصل شونهشون زاویهش به این صورته. ولی اگه شما آرنجا رو یکم پایین‌تر بگیرید، حالت 8، مفصل توی حالت سیف، توی حالت امنی قرار میگیره، هیچ وقت آسیب نمیبینین بلکه همیشه رو به پیشرفت هم هستین. به این صورت حالت 8 فارسی میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعد، فعلا.